چرا اینقدر شیرینی؟ از کجا میاد؟ یعنی خودت یه کاری میکنی یا همینجوری بودی از بچگی؟ من برای دیابتی‌ها ضرر دارم. از بچگی اینجوری بودی؟ همین که 6 کیلو به دنیا اومدم با نمک نیست. 6 کیلو؟ بله. به دنیا اومدی 6 کیلو بودی؟ آره دیگه، مامانم انگار یه پیانو گذاشت زمین. دوست داشتی خلبان بشی بچه بودی؟ بله. چون از اصلا بچه چه خلبانی میشدی تو؟ مثلا فکر کن الان خلبان مسافربری بودی. بله. چی میشد اصلا؟ سلام خیر مقدم میگم خدمت شما مسافرین محترم. کاپیتان غفوریان هستم. اگر در وزن هواپیما احساس میکنید سر هواپیما پایین است، به خاطر من است. اینجوریه. خب بعد دوست داشتی خلبان چی، پیگیری کردی ماجرا رو یا نه؟ نه دیگه، ولی واقعیتش آقای مدیری چون خیلی ترسو بودم دوست داشتم خلبانی باشم، از بلند شدن به بعد قبل نشستن خلبان باشم. یعنی این تیکه رو اینو نه، فقط اینو دوست داشتم باشم تو هوا برم. ترسویی گفتی؟ از چی میترسی؟ از ارتفاع خیلی میترسم دیگه، از سوسک میترسم تو هر ارتفاعی. و معروف بودن رو دوست داشتی از اول و دوست داری؟ بله اصلا منو خیلی تابلو اینی که بگم خیلی زشت نیست. نه. من و بیژن و حسین رفیعی پیاده میرفتیم که امضا بدیم.